سرک وزیر عراق هندک لاین عراقی ین نزیکی ایران بهیوی کرن که داخواست جگر بون عراق جی برسوا امریکا بدد و هاتنا هفولاتی امریکی با عراق بهتا قدقه کرن. وان لاین نزیکی ایران رجدی کرن گوید عراق جی برسوا خوب و امریکا هبیتن و رینه تدان هفولاتی امریکی بهن عراق هر وکی طهران بریارک وصادای. لی حیدر عبادی سرک وزیر عراق هشداری دا و راگهاند قدقه کرنا هاتنا هفولاتی امریکی دبیت اگر و چنده پشتوانی امریکا بو عراق بکویتت مطرسیه دا نخاسمه که عراق ده شرک گران داید گل گروپا تیروریستی داعش. عبادی ده کنگره که روزنامه‌وانی دا او دا خوازی جی رد کرن و دیار کرد که برجواندی عراق دایه هفپیمانی خود گل امریکا بپارزید و گوت منوید چه بریاران الستر و چنده بدین لیو و کولین لسر همی بریاران بردامن ام ده شرکی دایند گل داعش و منوید زیان بگهینینه برجواندین خوین نشتیمانی. جلای که دیوه اولدیف نیتیلین راپرسی رجاکا زور یا امریکیان پشتوانی بریارا سروکی دونالد ترامپ دکن و او رجد گهیتا 47 ساده هر واسان لسر آست حزبی جی 51 ساده جی کماریان پشتوانی بریارانی سروک خودکن و 53 ساده جی دیموکراتیان لدیجیوی بریارنا. هر وکی تزانین دونالد ترامپ سروکنی امریکا هفتیه که پشتی دست به کاربون خو اجمارکا بریاران در خستن که اک جوان قدقه کرنا هاتنا هفولاتین حفولاتان بو امریکا که اک جوان عراق بو. الدیف نیتیرین زانیاری جی جیمز روبرت دادور فیدرال لی واشنطن بریارکا زاردف بو گرتنا و بریارا ترامپ در خست. لی کچ کاسبی باروانی جبریارا سروک خود کت و دبیجید گو بریارکا درست و جه خدایا و بو پارستنا امریکا و حفالاتین ویا.